الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی به من شما در چندین جایهای قرآن امر نموده است که ای مسلمان ها، ای مردم، الله و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را اطاعت بکنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. و در بعض جایهای دیگر و اولی الامر منکم و علما و امرایی که از شما هستند، یعنی مسلمان هستند، اطاعت بکنید. بارک الله فیکم. پس از این فهمیده می شود که ما در همه حالت اطاعت الله و رسولش را بکنیم. و ما در مسئله بعد از دعا مالیدن دست بروی بعد از دعا سوال کردن که آیا این جایز هست یا سنت هست یا چی هست. مالیدن دست بعد از دعا یعنی کسی دعا میکند دستش رو میبردارد، در حالت آمین گفتن برویش همین دستش رو میمالد که عادتا در اکثر حالت ها مردم همچنین عمل را انجام میدهند، یعنی بعد از دعا دست خود را بروی میمالند. علما در حکم این عمل اختلاف کرده اند. بعضی از علما گفتند این سنت است و بعضی و اکثر علما تقریبا 85 یا که بعضی از علما میگن 90% علما گفتند که این بدعت است، یعنی از سنت نیست. و بعض دیگر از علما گفتند که این از سنت نیست، اما کننده اش رو، عمل کننده اش رو بدعت گفتن میتونیم. ما میگیم قول راجح، قول درست و صحیح بدعت است. و در این مسئله رساله بهترین، کتاب بهترینی که تقریبا 100 صفحه دارد، این کتاب نوشته بکر ابو زید است. پس در اینجا شیخ بکر ابو زید در کتاب مسح الوجه بالیدین بعد رفعهما للدعاء، نومی رساله همین است، یعنی مالیدن دست بروی بعد از دعا، بعد از برداشتن به دعا آیا جایز است یا نیست. ذکر میکنن که در این مسئله 7 حدیث آمده است. 7 حدیث. حدیث اول از ابن عباس، حدیث دوم از ابن عمر، حدیث سوم از عمر، حدیث چهارم از عمر، حدیث پنجم از ولید ابن عقبه والله اعلم. و یکی از حدیث ها، حدیث ششم، این منقطع امام زهری، در امام زهری منقطع شده است. عموما مختصر میگن همه این حدیث ها چی است؟ ضعیف است. بعد از اینکه در علم حدیث، علم رجال، علم سند حدیث رو تحقیق میکنند، میبینند حدیث ضعیف است. لیکن بعضی از رسالچه ها امروز در این وسایل اینترنتی، در شبکه های اجتماعی پهن شده است که حدیث از این معنا عبارت است که گفته شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگانشان امر کردند و گفتند ای مردم، ای صحابگان من، به کف دستهایتان کشایید دعا کنید، بر روی دستهایتان رو دعا نکنید، یعنی پشت دستان که دعا نکنید، به پشت دست دعا نکنید، بلکه به پیش دست، یعنی کف دست رو بردارید دعا کنید و بعد از دعا دست خود رو بر روی مالید. همچنین روایت ها پهن شده است. و البته ما میگیم که این حدیث و این روایت ضعیف است. سبب ضعفش اصلا همین روایت رو امام ابو داود رحمه الله در سننشون و یک چند دیگر از علما در کتاب‌های مسند و سنن خود ذکر میکنند، روایت میکنند. و این روایت از ابن عباس آمده است. این روایت از ابن عباس آمده است. روایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، گویا میگویند، برای اینکه ضعیف است، یعنی نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درست نیست. گویا میگویند
که ای مردم الله حی و قیوم است، شما به کف دستتون بردارید و دعا کنید و بعد از دعا بر رویتون دست رو مالید. و این روایت ضعیف از ابن عباس آمده است و به همین معنا این چنین از ابن عمر روایت آمده است، لیکن این حدیث هر جاش هم ضعیف است. بیاید اول حدیثی روایت شده ابن عباس رو میبینیم که همین روایتی کرده امون هست، حدیثی ذکر کرده امون است. این حدیث رو امام ابو داود رحمه الله روایت میکنند، بله روایت میکنند. اهل بدعت وقتی که حدیث رو روایت میکنند این حدیث رو میگن امام ابو داود در کتاب سننش ذکر کرده است، اما اهل بدعت خیانت در نقل علم میکنند و سخن ابو داود رو در همین دوام حدیث نمیگویند. امام ابو داود رحمه الله در سننشون این حدیث رو از ابن عباس روایت میکنند و در دوام حدیث حکم حدیث رو خودشون بیان میکنند. میگن بعد از روایت حدیث هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها وحیه. این حدیث میگن همین حدیثی که مسئله دست رو به روی مولد بعد از دعا از ابن عباس روایتی که گفتیم نقل کردیم، میگن که به چند سندها روایت شده است که همه اش از محمد ابن کعب هست. این محمد ابن کعب انسانی مجهول است، واهی است، نامعلوم است. و هذا الطریق امثلها و هو ضعیف. و همین سند، همین چنین سندهایی که در وی محمد ابن کعب دارد و مثل این سندهای حدیثی که روایت می شود همه اش است ضعیف است. ضعیف چگونه حدیث است؟ ضعیف حدیثی که از وی هیچ حجت گرفته نمی شود، یعنی به این حدیث عمل کرده نمی شود و عمل کردن جایز نیست. یعنی این حدیث به پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت نشده است، به پیامبر دروغ نسبت داده شده است، در بعضی حالت‌ها حدیث ضعیف شدید. پس دین ما الحمدلله سند دارد. به سند میگیم حدیث صحیح است یا که صحیح لغیری است، حسن است، حسن لغیری است. به این چهار نمود حدیث عمل کرده می شود، اما به حدیث ضعیف عمل کرده نمی شود. برای چی؟ برای که دست رو برای مالیدن همچون عبادت، این عبادت است و برای عبادت رو انجام دادن باید دلیل باشد. اگر دلیل نباشد عبادت رو انجام دادن جایز نیست. قاعده بزرگی معروف هم هست، العبادة توقیفیه الا ما يدل الدلیل علی جوازی. عبادت این توقیفی هست، ممنوع هست تا همون زمانی که یک دلیل بیاید به ما بگوید که این عمل عبادت است، دلیل صحیح باشد، درست باشد، واضح باشد. اما یک عمل رو ما عبادت بگوییم و حدیث بیاریم حدیث ضعیف باشد، حدیث ضعیف قبول نیست. پس این حدیث در حقیقت درست است که امام ابو داود روایت کرده است. حدیث رو امام ابو داود روایت کرده است و غیر از امام ابو داود دیگر محدثین روایت کرده هستند، لیکن در دوام حدیث اکثر محدثین این حدیث رو حکمش رو بیان کردند. خودی ابو داود در دوام حدیث میگه که این حدیث ضعیف است. پس بعد از این سخن به ما آشکار معلوم می شود که این حدیث از خود روایت کننده این حدیث معروف شد که ضعیف است و حجت نیست و قبول نیست و عمل کرده نمی شود. و این چنین دیگر از علما، نه فقط ابو داود و دیگر از علما زیاد این حدیث رو ضعیف گفتند، به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگر از علما. و سبب باز ضعیف بودن حدیثی که امام ابو داود در سننشون برای مولیدن روی روایت میکرد، حدیث ابن عباس، سندش این عبدالملک ابن محمد ابن ایمن عن عبدالله ابن یعقوب عن من حدثوا عن محمد ابن كعب، میگن که فهذا الاسناد عند ابي داود مسلسل بالمجاهيل. شیخ بکر ابو زید میگن که انا من اسناد، یعنی همین سندی که حدیث روایت شده. سند چی؟ سند همون کسی که حدیث رو از پیامبر صلی الله علیه و آله تا امام ابو داود روایت کردن، مثلا 4-5 نفر، این رو سند گفته میشه. سند یعنی همون انسان هایی که سلسله به سلسله مثل زنجیر حدیث رو گویا از پیامبر صلی الله علیه و آله یک تا به هم دیگر حدیث رو رسانیدن تا امام ابو داود از ابن عباس رسیده است. این میگه همه این روایت کننده های حدیث، همه این انسانی که این حدیث رو روایت کردند، حدیثی که ابن عباس ذکر میکنند که دست رو بر روی مولد بعد از دعا، میگن همه اش مجهول است. مثلا عبدالملک پسری محمد ابن ایمان، یا که عبدالله ابن یعقوب، یا که محمد ابن کعب، یا بین این بودگی انسان ها 4-5 نفر، همه این انسان ها
مجهول است. البته این سخن رو بکر ابو زید یکی از محدثین و علامه امت اسلام میگن. و به هر یکی این انسان ها ما اگر صحبت کنیم وقت زیاد میبرد، لیکن مختصرا میگیم عبدالملک ابن محمد ابن امین، حافظ ابن حجر در تهذیب میگن که ابو داوود از این انسان روایت کردگان، حدیث هست این منقطع و حدیثش رو خود ابو داوود ضعیف کردگان. و من میگویم که میگن ابو الحسن ابن قطان حالش مجهول است، این انسان حالش مجهول است، یعنی حدیثی که این روایت میکند عبدالملک ابن محمد روایت میکند حدیثش ضعیف میشود. و همین حدیث ابن عباس رو همین انسان روایت کرده است، یکی از انسان ها همین است. و در کتاب تقریب میگن که مجهول من العاشر، یعنی از 10 نفرهای مجهول است. یعنی پس یکی از مردهایی هست که امام ابو داوود، فقط امام ابو داوود از این مرد روایت کرده است، این حدیث ضعیف است. حدیثی که من عبدالملک ابن محمد ابن ایمان روایت میکرد ضعیف است. شیخ این آدم، یعنی این آدم از شیخش از استادش روایت کرده است، عبدالله ابن یعقوب ابن اسحاق المدنی. حافظ ابن حجر در کتاب تقریب میگن که مجهول الحال من التاسع، یعنی اینم مجهول حال است. و از این مرد ابو داوود و ترمذی روایت کرده هستند، لیکن خودشون حکم به چی کرده هستند؟ حکم به مجهول کرده هستند. و امام ذهبیان این انسان رو در کتاب میزان میگن که لا اعرفه، من نمیشناسم، یعنی مجهول الحال است. وقتی که حدیث رو اگه انسانی مجهول الحال روایت میکنه ضعیف است. حالا دو مرد مجهول الحال شد. سیمش در این مسئله علما بواسری در کتاب زوائد ابن ماجه، در کتاب مصباح الزجاج میگن که هذا اسناد ضعیف لاتفاقهم على الضعف، یعنی همین اسنادی که امام ابو داوود از ابن عباس و بعد از ابن عباس آهسته میارند که عبدالملک ابن محمد ابن ایمان، عبدالله ابن یعقوب، محمد ابن کعب، همین اسناد میگن اسنادی ضعیف است، یعنی حجت گرفته نمی شود، از این انسان ها حجت گرفته نمی شود. و میگه سببش این با اینچنین صالح ابن حسان است. صالح ابن حسان چی ضعیف است. پس عموما بعض از علما میگن که صالح ابن حسان متروک است، متروک الحدیث میگن. بارک الله فیکم. این سبب میشود که این حدیث چی است؟ ضعیف و ضعیف است. بارک الله فیکم. پس علمای زیاد این حدیث رو چی کردن؟ ضعیف کرده هستند. مثلا امام بغوی میگن که در شرح سنه مجله 5 صفحه 230 ضعیف این حدیث امام ابو داوود روایت کرده از ابن عباس در مسئله مالیدن دست بر روی بعد از دعا، این حدیث ضعیف است میگن. سببش این صالح ابن حسان المدنی الانصاری است که منکر الحدیث است. منکر الحدیث حدیثی که روایت میکنه حدیثش منکر است. و این سخن رو اینچون میگه قاله البخاری، این سخن رو امام بخاری گفتن میگه. امام بغوی یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت و این چنین یکی از علمای اهل سنت و الجماعت مروزی علمای حدیث میگه که حدیثی که ابن عباس روایت میکرد در مسئله مولدن روی که ابو داوود روایت کرده است، حدیثی که از این حجت گرفته نمیشه، لیس هو ممن یحتج به، حدیثی که حجت گرفته نمیشه. و این چنین میگه در این سند صالح ابن حسان است که ما قبول نداریم. ابن ابی حاتم میگه که هذا حدیث منکر، این حدیث منکر است میگه. حدیثی که ابو داوود روایت میکرد از ابن عباس است این حدیث. البته در این سایت ها این جاهای پنج شده از ابن عباس نگفته است، از پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است، لیکن حدیث از ابن عباس و قسمش از ابن عمر است. حدیث منکر است میگه. ابن ابی حاتم حدیث منکر است میگه. بارک الله فیکم. پس علمای اهل سنت و الجماعت این حدیث رو چی کردن؟ حکم به منکر، حکم به ضعیف، حکم به موضوع، این چنین حکم کردن و این حدیث رو حجت گرفته و به این حدیث عمل کرده نمی شود. بارک الله فیکم. پس در این مسئله علما سخنهای زیاد خود رو گفتند. آجری میگن که حدیث ابن عباس که ابو داود روایت میکنه ضعیف است. امام نووی مثلا میگن که تمام این حدیث سندش تمام انسان‌های ضعیف است. امام البانی در کتاب سلسله الصحیحه سلسله الضعیفه ذکر میکنه، میگن که انه ضعیف جدا، انه ضعیف جدا. خصوصا همین حدیث دومش که دست رو بر روی مولد بعد از دعا میگن
در هیچ جا وجود ندارد، این ضعیف است. بارک الله فیکم. این به جواب به روایت اول ابن عباس بود. حدیث ابن عمر، حدیثی که معناش این است که این ربکم حی کریم، الله شما البته زنده و پاینده و کریم است، از بندگانش شرم می دارد وقتی که دستش رو بالا بکند که دست این رو خالی برگرداند. تو اینجا حدیث صحیح است و در دوامش اومدگی است که ثم اذا رد يديه فليفرغ الخير على وجهه. انا من زیاده فقط این روایت فقط تبرانی هست و این حدیث ضعیف است. این حدیث سبب ضعیفیش جارود ابن یزید است. جارود ابن یزید در سند این حدیث وجود دارد و این متروک است. بارک الله فیکم. پس این حدیث هم حجت گرفته نمیشه. و بعضی از مرسلات عمر آوردند که گفته ابن عمر رو آوردند و بعضیشون عمر رو آوردند که گفتند حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میدیدم که بعد از دعا فقط بر رویشون دستش رو میمولید. و البته این حدیث موضوع هست، یعنی مکذوب به پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ نسبت داشته است. اعوذ بالله من ذلک. این حدیث دروغ به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داشته است و دروغ به عمر ابن الخطاب یا که ابن عمر نسبت داشته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم استسقا کردند، دعای استسقا کردند، بسیار دعاهای جماعی در حالتهای استسقا طلبی باران میکردند، لیکن یگان باره یگان صحابه روایت نکردند که در این حالت دستشون رو بر رویشون مولیدند. پس این حدیث های چه ضعیف است و این حدیث از چی حدیث هایی که حجت گرفته نمی شود. حدیث ولید ابن عبدالله ابن ابی مغیث حدیث هم حدیث ضعیف است که امام طبرانی در کتاب دعا روایت کرده است. بارک الله فیکم. پس قول صحیح و قول درست این است که تمام حدیث هایی که در مسئله مولیدن دست بر روی بعد از دعا آمده است همه اش ضعیف است و منکر است و بعضش شدید الضعف یعنی موضوع است و به این عمل کردن بدعت است. بکر ابو زید و دیگر از علما به خلاصه میگویند که مولیدن دست بر روی بعد از دعا بدعت است و این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و سخن بکر ابو زید، سخن بسیار از علمای اهل سنت و الجماعت می باشد. پس برادران عزیز، وقتی که به شما بیان گشت که حدیث ضعیف است، حدیث موضوع است، علمای اهل سنت و الجماعت چنان گفتند، پس باید این عمل رو ترک کنید. وقتی که سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به شما رسید باید ترک کنید. وقتی که به شما گفته شد که این حدیث ضعیف است، این حدیث موضوع است، حجت گرفته نمیشد، با شما بعد از این شکوکی نکنید، ترک کنید. بارک الله فیکم. و انا من اسلام است و انا من قرآن است و انا من اجابت امر الله سبحانه و تعالی هست که چی میگه؟ اطاعت کنید الله سبحانه و تعالی، الله را و رسولش را. اطاعت رسول به حدیث های صحیح و به حدیث های باطل چی؟ ترک کردن حدیث های باطل. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی تمنا میکنیم که فهمیدن حق را به همه من شما آسان گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.